به نام خدا سلام عرض می کنم خدمت همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم همگیتان خوب، صحتمند، سالم و سر حال باشین. بخیر به درس امروز حاضر شده باشین و آماده یک درس جدید باشین. شاگردای عزیز و نازنینی که در صنف هستین، همتون خوب هستین؟ بخیر آمدین به صنف؟ بله. بسیار عالی، شما را خوش آمدید میگم به یک درس دیگه. ما در مضمون کیمیا در صنف نهم ما امروز به ادامه درس های قبلی خود یک درس جدید، یک موضوع جدید را در مضمون کیمیا میخوانیم و از همین طریق میتونیم با یک موضوع جدید در علم کیمیا هم آشنا شویم. همون قسمی که همه شما عزیزان میفهمین، ما در درس های قبلی در مورد انواع و اقسام تعاملات کیمیاوی صحبت کردیم. فهمیدیم که زمانی که بالای اتم های عناصر مختلف و یا مرکبات مختلف اکسیژن نصب شود و یا هیدروژن ازشان بیرون کشیده شود، عملیه تحمض می باشد. برعکسش عملیه ارجاع است که بالای اتم های عناصر مختلف و یا مرکبات مختلف هیدروژن نصب شود و یا اکسیژن ازشان بیرون ساخته شود، عملیه عبارت از عملیه ارجاع یا ریدکشن می باشد. تفاوتی که بین تحمض و احتراق وجود داره در این هست که عملیه تحمض یا اکسیدیشن تعامل بطیء مواد مختلف به همراه اکسیژن می باشه، اما احتراق یک اکسیدیشن سریع هست، یعنی تعامل سریع مواد به همراه اکسیژن عملیه احتراق هست که معمولا محصول تعامل آب، کربن دی اکساید و انرژی می باشه که انرژی میتونه انرژی نوری باشه یا انرژی حرارتی باشه. در زندگی روزمره زمانی که گاز میتان را میسوزانیم در موجودیت اکسیژن به احتراق میرسانیم، انرژی بسیار زیادی حاصل میکنیم که توسطش عملیه پخت و پز انجام میشه. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. و یا عملیه های مختلف دیگه ای ممکن است که انجام شود. امروز در مورد یک موضوع جدید صحبت میکنیم. عنوان درس امروز ما عملیه انشقاق هست و این درس ما شامل صفحه 72 کتاب کیمیا هست. به شکل کلی هدف ما در درس امروز این هست که بفهمیم عملیه انشقاق به کدام عملیه گفته میشه، عملیه انشقاق چگونه صورت میگیره و عملیه انشقاق باعث تولید کدام مواد میشه. مثال هایش را هم با هم دیگه کار میکنیم. شما هم مثل همیشه قلم و کتابچه تان پیشتان باشه، نکات مهم و اساسی درس را یادداشت کنید. خب شاگردای عزیز، اگر بخوایم عملیه انشقاق را براتون تعریف کنم، عملیه انشقاق همون قسمی که از نامش پیدا هست، عملیه پارچه شدن، تکه شدن و تقسیم شدن مرکبات مختلف عضوی که دارای مولکول های بزرگ می باشه به مرکبات یا مولکول های کوچکتر می باشه. یعنی یک مولکول بزرگ، یک مرکبی که دارای مولکول بزرگ هست به چندین مرکب که دارای مولکول های کوچکتر می باشه، یا چندین مولکول کوچکتر تقسیم میشه یا پارچه میشه یا تکه میشه، که ما میخوایم این موضوعات را با هم دیگه روی مثال کار کنیم. به طور مثال یک مرکب ما هست C16H34. اگر بخوایم فرمول ساختمانی همین مرکب را با هم دیگه نوشته کنیم یا ترسیم کنیم، شما میفهمین که C16 یعنی چی؟ یعنی 16 تا کربن وجود داره. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 الا 16 کربن و 34 دانه هیدروژن وجود داره. پس یک مولکولی از هیدروکربن های مشبوه هست که بزرگ هست، 16 اتم کربن داره، 34 اتم هیدروژن داره. عملیه انشقاق عبارت از پارچه ساختن همین مرکبات می باشه یا همین مولکول ها می باشه. مولکول های بزرگ زمانی که با مولکول های کوچک پارچه شود و یا تقسیم شود، همین عملیه انشقاق می باشه. حالا اگر یک مرکبی داشته باشیم که 16 اتم کربن داشته باشه، 34 اتم هیدروژن داشته باشه، اگر نام این مرکب را براتون بگویم، شما دیگه میتونید فرمول ساختمانیش را نوشته کنید. فرمول ساختمانیش به شکلی هست که شما 16 اتم کربن نوشته میکنید، هر کربن را به همراه 3 هیدروژن، کربن اولی رو به همراه 3 هیدروژن و کربن های باقی مانده رو به همراه 2 هیدروژن روابطش رو تکمیل میسازه. نیاز نداریم که ما فرمول ساختمانیش را نوشته کنیم. یک موضوعی است که ما در درس های اول زمانی که سلسله الکان ها را میخواندیم فهمیدیم که چگونه میتونیم مرکبات مشبوع یا هیدروکربن های مشبوع فرمول ساختمانیش را نوشته کنیم. در کل هدف ما از این موضوع
این هست که اگر یک مرکب موجود باشه که دارای مولکول بزرگ هست، دارای یک مرکبی هست که خودش یک مرکب بزرگ است، متشکل از 16 اتم کربن و 34 اتم هیدروژن هست، نام این مرکب هست هگزا دیکان. شما هگزا را میفهمین که هگزان عبارت از مرکبی بود که دارای 6 اتم کربن بود، دیکان عبارت از مرکبی بود که دارای 10 اتم کربن بود و هگزادیکان مرکبی هست که دارای 16 اتم کربن هست. در موجودیت کاتالیست و یک درجه حرارت بسیار زیاد، به طور مثال در 700 درجه سانتیگراد، عملیه انشقاق روی این مرکب صورت میگیره. عملیه انشقاق روی این مرکب صورت میگیره و در نتیجه این مرکب تجزیه میشه یا پارچه میشه، بهتر است بگیم پارچه میشه یا تقسیم میشه به دو مرکبی که هر کدام از این مرکب ها دارای چی باشن؟ دارای 8 اتم کربن باشن. مرکب اولی دارای 18 اتم هیدروژن و مرکب دومی دارای 16 اتم هیدروژن که شما دوباره اگر 18 رو با 16 جمع کنید، 18 و 16 8 و 6 14 یک حاصل 1 و 1 2 و 1 3 34 اتم هیدروژن، 8 و 8 هم 16 اتم کربن. خب و دو مرکب پارچه شد. مرکب اولی نامش چی هست؟ مرکبی که دارای 8 اتم کربن باشه شما میفهمید نامش هست اکتان. مرکب دومی نامش چی هست؟ اکتین. مرکب اولی یا اکتان از سلسله الکان ها است، یک مرکب مشبوه است، بین کربن هایش رابطه اشتراکی یگانه داره. مرکب دومی از سلسله الکین ها است، یعنی بین یکی از اتم های کربنش حتما رابطه اشتراکی دوگانه وجود داره. هدف ما از درس امروز این است که عملیه انشقاق را بفهمیم که کدام عملیه است. عملیه انشقاق عبارت است عملیه‌ای هست که در او یک مرکب با مولکول بزرگ پارچه میشه، تکه میشه، تقسیم میشه با مرکباتی که دارای مولکول های کوچکتر هست. یعنی یک هیدروکربنی که دارای 16 اتم کربن هست در اثر عملیه انشقاق موجودیت درجه حرارت بلند 700 درجه سانتیگراد و دو مرکبی که دارای تعداد اتم های کربن کمتر یا مولکول های کوچکتر می باشن تقسیم میشه یا پارچه میشه که یکیش عبارت از اکتان که از جمله الکان ها است. حتما بین اتم های کربنش رابطه اشتراکی چندگانه وجود داره، رابطه اشتراکی یگانه وجود داره و مرکب دومی اکتین هست که بین اتم های کربنش حتما رابطه اشتراکی دوگانه وجود داره. از کجا فهمیدم مرکب اولی از جمله الکان ها است نامش را اکتان گذاشتم؟ شما فرمول عمومی الکان ها را به یاد بیارین، CnH2n جمع 2. فرمول عمومی الکین ها را هم به یاد بیارین، CnH2n. این را میفهمیم تعداد اتم های کربن. تعداد اتم های کربن چند هست؟ 8. C8. H دو خودش N چند؟ 8 مثبت 2. C8 H 2 8 16 16 و 2 18. C8 H 18 نشان دهنده مرکبی از سلسله الکان هاست که نامش اکتان است. شما میفهمین که در اخیر نام مرکب پسوند چی میایه؟ پسوند ANE میایه. مرکب دومی رو در فرمول بگذاریم ببینیم واقعا از جمله الکین ها است. C8H دو خودش ضرب 8 C8H 2 ضرب 8 16 C8H 16 بله مرکب هست. نام این مرکب هست اکتین. در آخرش پسوند ENE میآید چون از جمله مرکبات سلسله الکین ها است. تا این قسمت فهمیدیم که عملیه انشقاق در موجودیت حرارت صورت میگیره. عملیه انشقاق در موجودیت کاتالیست ها هم صورت میگیره. کاتالیست ها باعث سریع شدن تعامل میشه، باعث انجام تعامل میشه و اگر در این قسمت یک کاتالیست موجود باشه و طور مثال یک کاتالیستی مثل پلاتین موجود باشه، در این صورت به درجه حرارت کمتر نیاز هست. به 700 درجه سانتیگراد نیاز نیست، 30 درجه تنزیل پیدا میکنه و 500 درجه سانتیگراد. پس در عملیه انشقاق دو جزء بسیار اساسی باید موجود باشه. اول حرارت بسیار زیاد، دوم کاتالیست، موادی که
باعث سریع شدن تعامل، انجام تعامل میشه، اما در تعامل به مصرف نمیرسه. در ختم تعامل پلاتین به شکل اولی خود باقی میماند، تنها باعث میشه که هگزادیکان انشقاق کنه به دو مرکب دیگه که عبارت از اکتان و اکتین هست. در کل در سال 1913 دانشمندان یک کار را انجام دادن. هیدروکاربن هایی که دارای زنجیرهای طویل هستند، زنجیرهای طویل یعنی تعداد اتم های کربنشان زیاد هست، مثلا 16 اتم کربن، 20 اتم کربن، 30 اتم کربن هست. توسط عملی انشقاق این هیدروکاربن ها را پارچه ساختن یا تکه تکه ساختن و مولکول های کوچکتر با زنجیرهای کوچکتر و از اون مرکبات در صنعت نفت و در صنعت پترولیم استفاده کردند که این موضوع در کدام سال صورت گرفت؟ در سال 1913 که این موضوع هم یادتان نره. البته یادگیری سال و قدر گپ مهم نیست، فقط بفهمین که دانشمندان زمانی که تانستن هیدروکاربن هایی با زنجیرهای طویل را تقسیم کنن، پارچه کنن یا رویشان عملی انشقاق را انجام بدن، تانستن که مولکول هایی که مربوط به پترولیم هست را دریافت کنند و در صنعت نفت از این موضوع بسیار زیاد استفاده میشه. در جریان عملی انشقاق مرکباتی از هیدروکاربن هایی که دارای 1 الی 4 اتم کربن می باشه معمولا می سوزه. همین مرکباتی که دارای 1 الی 4 اتم کربن هست به احتراق می رسن، یعنی میتان، ایتان، پروپان و بیوتان، اینا به احتراق میرسن و حرارت را تولید میکنن که در خود همین عملی انشقاق دوباره همین حرارت تولید شده کمک میکنه. در کل مولکول هایی که یا مرکباتی از سلسله هیدروکاربن هایی که بین 1 الی 14 اتم کربن دارن در اثر عملی انشقاق به دست میآیند، یعنی پارچه شدن مرکباتی که داره زنجیرهای طویل تر هستن به دست میآیند. در صنعت نفت و پترولیم و در تصفیه نفت، ساختن نفت از این مرکبات به پیمانه بسیار وسیع و گسترده‌ای استفاده میشه. امیدوار هستم که درس امروز را یاد گرفته باشید. اگر کسی در درس امروز سوالی یا مشکلی داره میتونه بپرسه. سوالی هست؟ یاد گرفتیم استاد. بسیار عالی. خب شاگرد عزیزی بود از درس امروز ما. امیدوار هستم که درس امروز را یاد گرفته باشین، فهمیده باشین که عملی انشقاق و کدام عملیه گفته میشه. باید براتون یادآور شوم که تنها یک درس ما در مضمون کیمیای صنف نهم مونده. باید درس ها را تکرار کنید. روز بعدی میتونید سوالاتتان را از ما بپرسین. در درس امروز با شما 2 سوال را بحث کارخانگی دارم. سوال اول شمایی است که عملیه انشقاق را تعریف میکنید، میگین چه نوع عملیه‌ای هست و برش مثال نوشته میکنید. و در سوال دومتان در کتابچه‌هایتان نوشته میکنید که اجزای مهم در عملیه انشقاق یا موجودیت کدام اجزای مهم در عملیه انشقاق حتمی و ضروری می باشد. 2 جزء بسیار اساسی که باید به خاطر انشقاق مرکباتی که داره زنجیرهای طویل هستند و مرکباتی که داره زنجیرهای کوچک می باشند مهم هست را در کتابچه‌هایتان نوشته کنید و روز بعدی به صنف بیارید. درس ها را هم تکرار کنید، مشکلاتتان را یادداشت کرده و روز بعدی از ما بپرسین. تا روز بعدی که دوباره مضمون کیمیا داریم، همه شما را به خداوند بزرگ و بی نیاز میسپارم. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.